شهنازه انوری 26 ساله اواخر ماه اپریل سال جاری دست به خودکشی زد. شربت الله عزیزالله رئیس ناحیه وخش روز 26 ایول ضمن نشست خبری به سؤال خبرنگار رادیوی آزادی سبب مرگ شهنازه انوری را به بیماری روانی بودن او ربط داد. مسئله معلومه شما گفتین در حقیقت ما این هم ارگانو حزبی خود تحلیل کرده برآمدن باید در حقیقت به کسری روحی گرفتار. دیاگنوز دکترام همین است، پیشنهاد ارگانو حزبی خود همین است. جسد شهنازه انوری آموزگاری 26 ساله زبان انگلیسی در مکتب تحصیلات همگانی رقم 3 ناحیه وخش شب 28 و 29 اپریل از عاقل خانه اشان در بندی دار پیدا شده بود. مقامات آن زمان گفته بودند که شهنازه انوری با رومال سرش خود را به دار آویخته برای پدر پیامی را روی دیوار گذاشته بود که پدر جان افگار شدم. انور سفرов روز 27 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا خلاصه مقامات تفتیشات را نشانیده است و منتظر است که به او جواب قانع کننده میدهند. من یک ایستادم با هم فریاد نکردیم خراب نمیتونم رفت تو فریاد نکنم چیزا میرم میگم. پس از پیدا کردن جسد شهنازه انوری همکارانش گفته بودند که او 2 سال اخیر در مکتب آموزگار زبان انگلیسی بود و هیچ گونه مشکلی روانی و حتی خسته حالی را در او مشاهده نکرده بودند. شهنازه صاحب خانه و 2 فرزند بود و شوهرش در مهاجرت مهنتی کار میکرد. اما یکی از نزدیکان شهنازه انوری روز 26 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که چندین مراتب او تلاش خودکشی کرده بود. این خویشاوند شهنازه انوری افزود که چند سال پیش یک برادر او نیز از راه خودکشی خود را به مرگ رسانیده بود. آن زمان سبب خودکشی برادر شهنازه انوری را نیز عامل روانی نام برده بودند. در حالی که مقامات میگویند شهنازه انوری گرفتار بیماری روانی بود، سوالی مطرح این است که چی طور وی به خوانندگان از زبان انگلیسی درس میداد. شهنازه خاله و مدیر معارف و علمی ناحیه وخش به پاسخ این سوال گفت که شهنازه انوری ظاهرا سالم بود و از معاینه پزشکان نیز گذشته بود. خسته‌ای بودن او را معاین و می‌کرد که دیگه من کسایی روزی مانند داشتگی نداشت که دستش می‌دوزد. ضمناً در 6 ماه سال جاری در ولایت ختلان 36 خودکشی توسط زنان و دختران ثبت شده که در نتیجه 28 نفر آنها جان دادند. رعنا رحیمزاده رئیس اداره کار با زنان و عائله ولایت ختلان سبب‌های خودکشی و سوء قصد به جان در میان زنان و دختران را در بیماری روانی و مشکلی اقتصادی و اجتماعی می‌داند.